ولادیمیر پوتین، مأمور امنیتی. قسمت اول: زندگی شخصی. در یکی از زمستان‌های سرد سال 1952 در دل شهری که هنوز از زخم‌های جنگ جهانی نفس می‌کشید، نوزادی در یک آپارتمان کوچک و محقر در لنینگراد به دنیا آمد. نوزادی که بعدها نامش جهان سیاست را تکان داد. ولادیمیر پوتین. پوتین نوجوان که شد کم کم فهمید دنیا بزرگتر از کوچه های لنینگراد است. در مدرسه زبانی را با علاقه و جدیت دنبال کرد که کمتر کسی سمتش میرفت: آلمانی. او در سکوت پوسترهای ماموران امنیتی اتحاد شوروی را میدید و نقش آنها در سریال ها و اخبار برایش جالب بود. در همان دوران وارد ورزش شد. جودو و سامبو برای او فقط ورزش نبودند. راه فرار از کوچه‌های خشن، راه یاد گرفتن نظم، کنترل احساسات و اراده بودند. سالها گذشت و او وارد دانشگاه دولتی لنینگراد شد تا حقوق بخواند. پسرکی که زمانی در کوچه‌ها می‌دوید، در نهایت در رویایی ترین لحظه‌ای که تصور می‌کرد، KGB درهایش را به روی او باز کرد. پوتین جوان با کت مشکی و چهره جدی وارد ساختمان مخوف سازمان شد و از همان ابتدا فهمید این مسیر را آسان نخواهد بود. پس از دوره‌های سخت، او برای مأموریت به آلمان شرقی فرستاده شد. در دریستن در زمان اوج جنگ سرد، زندگیش شکل دیگری به خود گرفت. همونجا بود که او به مردی تبدیل شد که احساساتش را پشت چهره آرام پنهان می‌کرد. قسمت دوم: ازدواج. ولادیمیر پوتین در سالهای جوانی با زنی به نام لیدیمیلا شربنوا آشنا شد. لیدیمیلا مهماندار هواپیما بود. آشنایی آنها از یک رابطه دوستانه شروع شد و کم کم به علاقه عمیق تبدیل شد. پس از چند سال رابطه، آنها در سال 1983 با هم ازدواج کردند. چند سال بعد خانواده ایشان بزرگتر شد و 2 دختر به دنیا آوردند: ماریا پوتینا و کاترینا پوتینا. قسمت سوم: تماسی از مسکو. پوتین وارد سیاست محلی سن پترزبورگ شد و در کنار شهردار وقت به سرعت نشان داد مردی دقیق، منظم و بی‌حاشیه است. این ویژگی‌ها باعث شد نگاه مقامات بلندپایه کرملین را به خود جذب کند. یک تماس تلفنی زندگیش را عوض کرد. او به مسکو دعوت شد. از همینجا سقوط واقعیش آغاز شد. پوتین از پله‌های قدرت بالا رفت. اول در سمت‌های امنیتی، سپس به عنوان نخست وزیر روسیه. جهان از این مرد کم حرف و آرام چیز زیادی نمی‌دانست، اما خیلی زود نامش در همه رسانه‌ها پیچید. سرانجام در سال 2000 در حالی که جمعیت در کرملین منتظر بودند، او دست راستش را بالا برد و به عنوان رئیس جمهور روسیه سوگند یاد کرد. مردی که از دل سخت‌ترین کوچه‌های لنینگراد آمده بود، حالا سکانه کشور پهناور را در دست داشت.